درود بر شما همراهان ارجمند تترلند. در این ویدیو قصد داریم چگونگی انجام احراز هویت در تترلند رو گام به گام آموزش بدیم. با ما همراه باشید. در ابتدا وارد وبسایت یا اپلیکیشن تترلند بشید و شماره تلفن همراهی که به نام خودتونه وارد کنید. کد یک بار مصرف 4 رقمی که برای شما پیامک میشه رو در این کادر وارد کنید. در گام بعدی لازمه کد ملی خودتون رو وارد کنید. در این مرحله در فرم اطلاعاتی که مشاهده می‌کنید اطلاعات خودتون رو به درستی و دقیق وارد کنید. توجه داشته باشید که کارت بانکی حتماً باید به نام خودتون باشه. در صورت داشتن کد معرف میتونید در این کادر وارد کنید. در نهایت پس از اطمینان از درستی اطلاعات روی گزینه تایید اطلاعات کلیک کنید. شرایط و قوانین رو با دقت مطالعه و در صورت تایید روی گزینه تایید شرایط کلیک کنید. در این مرحله ابتدا روی دایره قرمز رنگ کلیک کنید. برای دسترسی وبسایت به دوربین تلفن همراه شما گزینه تایید یا الو رو انتخاب کنید. پس از فعال کردن دسترسی دوربین یکی از مدارک مورد تایید رو مقابل دوربین قرار بدید. این مدارک شامل شناسنامه جدید، پاسپورت دارای تاریخ اعتبار، گواهینامه هوشمند که دارای تاریخ اعتباره یا کارت ملی هوشمند دارای تاریخ اعتبار خواهد بود. با کلیک روی دایره قرمز رنگ از کارت شناسایی شما عکس گرفته میشه. در گام بعدی علاوه بر تایید دسترسی دوربین، دسترسی به میکروفون رو فعال کنید و جمله خواسته شده رو در قالب ویدئوی سلفی با صدای خودتون بخونید. روی دایره قرمز رنگ کلیک کنید تا ویدئوی ضبط شده از شما با موفقیت ارسال بشه. در پایان با انتخاب گزینه تایید نهایی درخواست شما برای کارشناسان احراز هویت تترلند ارسال و در کمتر از 10 دقیقه بررسی میشه. نتیجه نهایی از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد. سپاس از اینکه همراه تترلند هستید.